گذشته که خیلی سوالهای زیاد در پیش ما بود، الحمدلله که ما یک قسمت اونها را جواب گفتیم و امروز باز خیلی سوالهای مهم و ضروری در پیش ما هست، اینها را هم جواب میگوییم و چگونه که وعده دادیم جمعه های آیندهش البته در باب زکات است و کسانی که زکات میدهند چه فضیلت دارد، کسانی که نمیدهند چه وعیدهای از طرف الله برای آن کسانی که از مالشان زکات نمیدهند خبر آمده است. ان شاء الله به سمع شما میرسانیم. الحال باشد میخواهم در حال سوالهایی که هست مختصرا برای شما جواب میگویم. السلام علیکم محترم اکای حاجی میرزا، با شما سوال دارم، با این سوالم جواب گردانید. پسر دارم 14 سال بیمار است، بیماری که نه زبان دارد گپ زند و نه راه میگردد، نمی نشیند و مانند طفل نوزاد دائما خواب است. اما در این سن و سال دستش حلال نکرده است. اگر با وی یگان واقعه شود با این ما ضامن میشویم یا نه ضامن نمیشویم. اگرچه ختنه نکرده هم که باشد، البته ختنه برای آدمی مکلف است. این آدمی که نه زبان دارد، نه عقل دارد، نه قوت نشستن دارد، اگر مبادای از دنیا هم که گذرد، اگر دستش حلال هم که کردگی نباشد، یعنی ختنه نشده باشد، این در پدر و مادر هیچ ضامنی نیستند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، در کدام حالت جین در داخل آدمیزاد داخل می شود؟ این ما با یک بار دیگر هم گفته بودیم که جین در داخل انسان زمان می درآید، گفتیم یا در حالت ترس باشد، یعنی انسان وقتی که یک سخت می ترسد، همون حالت در جین ها یعنی خودشان در داخل انسان جا کرده می توانند. یعنی وقتی که اگر جین در داخل انسان که در آمد، حتمی این انسان بیمار میکند. یا در حالت شهوت که اگر خیلی شهوت انسان بلند شود، در حالتهای همون خانداری که بازن میکند، همون حالت هم جین در وجود آدم داخل می شود. یا گفتیم وقتی که شما در بسترهایی که خواب میکنید، شما عریان خواب نکنید، یعنی برای خودتان یک لباس در بدن داشته باشین. این بهتر است که شما در جایگاه خوابتانم یعنی با لباس هایی که سبک هستند و لباس هایی که شب خواب کنک داریم ما و شما، اگر با این لباس ها هم اگر در همون بستر خواب ما خواب کنیم، انشاءالله این نیک است. و پیش از خواب حتمی برای هر کدام ما و شما وظیفه این است که آیت الکرسی، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله اگر خوانیم و در دست هامان بدمیم و در تمام بدنمان اگر مالیم، انشاءالله دیگر جین نزدیک ما و شما آمده نمیتواند. اینا در حالت نشستن میشینیم در جاگه با پای طهارت، این آیت های، این سوره ها، این آیت هایی که گفتم اینها را میخوانین، در بدنتان میمالین، انشاءالله دیگر جین در وجود شما داخل نمیشود. یا جین در حالت گناه هم در آدم داخل میشود. میگه صاحب کتاب اگر وقتی آدم مرتکب یک گناه میشود، چه در حالت زنا باشد، چه در حالت عرق نوشی باشد، چه در حالتهایی که اگر نمازخوان باشد و نماز قصداً ترک کند، یعنی حالتهای گناه دهند، جین میتواند که در وجود انسان داخل شود. از این خاطر همین مرحله هایی که همین صورت هایی که بیان کردم، اگر در همین حالت ها شما پیشگیری کنید،
انشاءالله جن در وجود شما داخل شدن میتواند. السلام علیکم استاد شیرین سخن. سوال: آیا پسر میتواند پدر خود را عاید شریعت سخن گوید در آن وقتی که پدر کار غیر شریعت را انجام میدهد و من بر خلاف کار غیر شریعت پدر خود را از شریعت سخن میگویم؟ آیا من در این عملم گناهگار نمی باشم در نزد خدا، حال آنکه من از شریعت برخوردار هستم؟ البته فرزند می تواند که پدر یا مادری که اگر از شریعت بیرون باشند، یعنی چی به نماز باشند، چی در حالت مینوشی باشند، چی در حالت زناکاری باشند، یا چی در حالتهای یعنی یک گناه مبتلا هستند، فرزند اگر فرزندی سالم و صالح و خدا ترس باشد، حق دارد که پدر و مادر گوید که ای پدر ای مادر، من میدانم که منزلت تو خیلی بالاست، من میدانم که الله هر یک فرزند سپارش دادگی هست. و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن. اینا من میدانم که الله سپارش دادگی است که هر یک فرزند باید که با پدر و مادرش خیلی معامله خوب داشته باشد، پدر و مادرش احترام کند، پدر و مادر باید که از فرزندها راضی باشند. اینا من میدانم، لیکن این عملی که تو انجام داده ایستاده ای، این عاقبتش خاری است، این عاقبتش عذاب است. پدر از این راحت بگرد. اگر با این طریق معامله با پدر کند، این در گناهگار نمی شود. یعنی فقط با غیر دغلانه. یعنی ما نمی توانیم که بالای پدر و مادر اگرچه در راه گناه هم که باشد اونها را سیاست کنیم، اونها را مثال سخنهای قبیح گوییم، این در حق نداریم. یعنی با طریقی خیلی نرم و ملایم، یا می توانیم که اگر یگان رفیق عالم داشته باشیم، یگان رفیقی که از خدا و پیغمبر آگاه باشد، اونا برده پدر و مادر مانه، اگر اونها نصیحت کنند با این راه ها باز بهتر است. محترم اکای حاجی میرزا، من یکی از مخلصان شما می باشم. برادری دارم که او مادرزاد گنگ است، میخواهم او را عائله دار کنم. در باب نکاح آدمان گنگ روشنی می انداختید، یعنی که آنها را چی طور نکاح میکنند؟ التماس فوراً جواب گویید. ما از شهر دوشنبه برای شنیدن امر معروف شما آمدیم و میخواهیم که از شما یک دعای نیک بگیریم. با احترام مخلص شما سعدی. یعنی آدمانی که گنگ هستند، آنها را نکاحشان با طریق اشاره می شود و با طریق خطی می شود. اگر با طریق اشاره فهمد که وی در معرکه نکاح اشتراک دارد و او را اشاره کنیم، او مثال با سرش اشاره کند قبول کردم گفته، این ده هم نکاح گنگ و گنگ درست می شود. یعنی از طرف همون گنگ اگر اشاره انجام یابد صحیح می شود. یا با طریق خط پیشنهاد میکنیم که همین دخترم میخواهی نمیخواهی گفته، و اگر نویسد که میخواهم الک خودش چی است همون قبول است. السلام علیکم داملای محترم. سوالها از دوشنبه، التماس همین جمعه جواب دهید، ضرور است اگر امکانیت باشد. از قفای شخصی که ریشی او با تیغ تراشیدگی هست نماز خواندن درست است یا نه؟ مکروه میگویم. در تمام مسائل فقهی از پشت امامی که ریش ندارد نماز خواندن مکروه میگویم. از قفای شخصی که ریشدار باشد و قرائت نداشته باشد نماز خواندن جایز است. در مسجدی که امام دائمی نداشته باشد، با احترام گروه تاجران کاروان، یعنی اگر ریشدار باشد و قرائت نداشته باشد، از پس این گونه امام نماز قاری فاسد است. یعنی کسی که اگر همان قرائت امامی ریشدار میفهمد که غلط خوانده ایستاده است، نادرست خوانده ایستاده است، انا برای همون عالم هایی که میفهمند برای آنها نمازشان درست نمی شود. لیکن برای کسی که از قرائت او سهو و غلطی او را جدا کردن نمیتواند، یعنی گویم از اون در علمش پستر است، برای اونها نمازشان درست می شود. یعنی نماز عامی به عامی درست می شود، نماز آدم جاهل به جاهل درست می شود.
فقط نماز آدم جاهل به عالم درست نمیشه. یعنی عالم از پس جاهل اگر نماز خواند نمازش درست نمیشه. سلام برادر مهربانم حاجی مرزا، من از شهر دوشنبه مخلص شما. یک برادر نماز میخواند، فرض را میخواند و سنت را نمیخواند. سوال دادیم برای چی سنت را نمیخوانی؟ جواب داد که در جای سنت قضای گذشته را میخوانم. درست است یا نه؟ نه، درست نیست. این سنت ها سنت های هداست، سنت های تاکید شده پیغمبرند. این 5 وقت سنتی که ما در یک روز میخوانیم، اگر کسی این قصداً ترک میکند در نزد پروردگار گناهگار میشود. قضایش جدا خواندن گیرد. سنت هم میخوانی، قضایی را میخوانی. این معنی را ندارد که ما قضا را خواندیم و سنت ترک کنیم. در ترک کردن سنت الک انسان گناهگار میشود. بی سامانی این مبلغ ناچیز هم که باشد در آبادانی مسجد صرف کنید. نامم را در بین آدم ها نگیرید و اعلان نیز نکنید تا که ثوابش بر من رسد. با احترام، خواهر اسلامی شما. مکتوب نویساندن و 20 سامانی هم برای آبادی مسجد روان کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نفر خواهر اسلامی شما با سببهای معلوم نام و نسب و نام دهه‌ام را نمی نویسم. از درگاه خداوند صحت شما را خواهانم. خداوند علم شما را زیاده بگرداند. من دوزنده هستم، هرچند کار میکنم برکت ندارد. میگویند که با دست چپ که کار میکنی از این سبب است، یا راه کارت بستگی است، در حق ما دعا کنی. یعنی هیچ وقت این سبب نمیشود که انسان وقتی با دست چپ اگر کار کند کار او بی فیض باشد، بی برار باشد. این غلط است. فقط حبیب خدا همه کار با دست راست سر کردن در امر کردگی هستند. لیکن انسان وقتی که اگر آموخته شود با دست چپ، اینا باید در خوردیش همون پدر و مادر وقتی که نگاه میکند که فرزند با دست چپ خوراک میخورد، با دست چپ همه معامله هاش میکند، همون زمان باید که باز میداشته. وقتی وای الله که به سن سال خیلی کلان رسید وای دیگر دستی و آموخت شد، دیگر وای گردانیدن از این کار خیلی مشکل است. اگر تواند خوش به حالش و الا نتواند، این معنای را ندارد که با دست چپ کار کردن کار انسان بی فیض و بی برار باشد و کار او بستگی باشد. کار هیچ کس بسته نمیتواند. ولی بسیاری بچه ها مراجعت میکنند همین کار من بستگی هست. کار شما را هیچ کس بسته نمیتواند. هر یک مشکلاتی که در کار شما می آید شما به سوی پروردگار مراجعت کنید، انشاءالله همه کار شما را خداوند کشایش میدهد. هر یک مشکلاتی که می آید، هر یک تجارتی که داری بی برار است، در بالای جای نماز دعا کن، انشاءالله همه کارهای تو با برار می شود. زنی که اسلامی باشد، قرآن خوان، سطردار، 2 فرزند دارد، شوهرش در اسلام نباشد، او را نگاه و بین نکند، زن از او طلاق طلب کند، این زن نیز گناهگار است، روی جنت را نمی بیند یا برعکس. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه. پیغمبر خدا میگوید کدام زنی که اگر بی اساس، بی سبب یک شوهر نمازخوان دارد، یک شوهر خدا ترس دارد، یک شوهر اصلاح شده دارد، لیکن زن بازم این قدر کردارهای خوب شوهرش ناز میکند یا فخر میکند یا تکبری میکند و از این گونه شوهر طلاق را طلب میکند، این حالت در جنت بر این گونه زن حرام گفتن حبیب خدا. لیکن وقتی که شوهری که اگر خیلی کردارهای ناخوب دارد، عملهای نادرست دارد، زن از حساب عملهای ناجایز او خیلی دلمانده می شود،
اگر از او طلاق طلب کند، این حالت در این زن گناهکار نمی شود. بسیار خوب می شود که اولا این زن این طلاقی که طلب می کند برای جدایی نباشد، فقط برای ترسانیدن باشد. بترساند که من با این گونه شوهر حیات بردن نمی خواهم. می خواهی مثل من نمازخوان باش، مثل من در پهلوی من چگونه ای که من تربیت فرزند میکنم، چگونه ای که من هم غم خانه و غم اسلام میخورم، تو هم باید مثل من باشی گفته. و الا اگر همین شرط ها را قبول نمیکنی، من با تو زندگی نمیکنم گفته. اگر با راه های ترسانیدن باشد، این بهتر است. و الا از طلاق کردن او هیچ نیکی در حیات این زنی که با صاحب فرزند از پیدا نمی شود. خیلی از طلاق کردن ما اجتناب کنیم. هیچ وقت طلاق کردن هم دوست نداریم، فقط با این راه های ترس اگر پیشنهاد کنیم تا که زندگی خوب شود، تا که این مرد اصلاح شود، این حالت خیلی خوب است.